بشین بابا اینجا بشین. بشین بالا شو. آفرین آفرین. سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین در یک ویدیوی نوی ما. امروز هم که ما و سحر جان دختر ما آمدیم در زی پارک پیشخانه. بسیار یک پارک خیلی خوبی است اینجا، یک پارک خیلی زیاد کلان است و خوبی های دیگه از این پارکی است که اینجا شهر بازی داره. بسیار یک پارک کلان است و این پیش خانه ماست. این پارک که پیش بیلدینگ است، اونو بیلدینگ هم که ماست، خانه ما دمونجا است. اینجا یک شهر بازی داره که اشتکا میآید اینجا بازی میکنن. هم برای اشتکا، او طرفش برای اشتکا است و این طرفش هم یک چند تا وسایل ورزشی است که بعضی ها میآید اینجا ورزش میکنن از طرف صبح یا از طرف بعد از ظهر یا از طرف شب دیگه. اونو محترم آمده چون سبزا اینجا خورده زیاد شده. همیشه باران خیلی زیاد است، خصوصا در اروپا، در کانادا، در آمریکا باران زیادتر میباره. هر 2 روز بعد، هر 3 روز بعد باران میباره، منتها برای 1 ساعت یا برای نیم ساعت یا برای 10 دقیقه. باز خوبیش نمیسته که باز پس یا ابری میشه یا آفتابی میشه دیگه. بیتون نیست که روز تا شب باران بباره، او رقمی نیست. هوا اینجا که است هیچ وقت یک نواخت نبوده، همیشه یا همه تو باران بوده. باران که میباره باز دوباره پس آفتاب میکنه. بسیار یک هوای خوب است. منتها حال هم که زیاد گرم نیست، هوا خیلی یک هوای خوب است. یعنی پارک هم که شما میبینین اونو طرف که است، اون طرفش هم یک مکتب است که تا کلاس 10 اشتکای ریزه از 4 سالگی که میره در کلاس 1 میره تا کلاس 10 در این مکتب اونجا درس میده برای اونا. اینی محترم که امروز آمده این سبزا یک مقدار زیاد شده، آمده که سبزا را درو کنن و این سبزا کم باشن. به این خاطر این سبزا را درو میکنه که به خاطر که سبزه وقتی که زیاد میشه اینجا 2 تا زمین فوتبال دارن. اینه سعی کنه شما اینه. اینی محترم آمده که سبزا را درو کنه چون سبزا که خیلی زیاد شده، نه کسی درست در اینجا قدم زده میتونه و نه کسی در اینجا فوتبال میتونه. در اصل اینجا 2 تا زمین فوتبال داره. اون اگه میبینید در تصویر یکی اینجا است، یکی اون طرف در نزدیک از بیلدینگ ها است دیگه. وقتی که سبزه زیاد میشه معمولا اینجا باز در روی سبزه، در روی ازی کس گشته نمیتونه. کسایی که میای از طرف بعد از ظهر شب اینجا فوتبال میکنن متاسفانه باز اونام فوتبال نمیتونن. و می خاطر امروز این موتر آمده که سبزا رو درو کنن. حالم شما ما را همراه باشین دوستای عزیز. حالم آمدیم امروز دمیجا، از اینجا بخیر میریم به طرف دکان میریم که یک ذره سودا به خانه خریدنی هستیم. سحر آن سحر اوکی لیتس گو. حالم بخیر سودا خریدنی هستیم که بریم به طرف مغازه. یک ذره پیاز و کچالو یا همین چیزا خلاص شده در خانه که بریم همون سودا را بخیر بخریم. شما ما را همراه باشین عزیزان. اینی پارک هم که میبینین اینی تا بعضی در اونجا میایه پیاده رو داره. خوبیش اینه میسته که بسیار یک پیاده رو کلان داره، از طرف روز یا از طرف بعد از ظهر یا از طرف شب در اینجا قدم میزنن و بعضیا ورزش میکنن، آهسته آهسته ورزش میکنن. بسیار یک خوبیش میسته که فضای باز است اینجا، فضاش باز است. همین نفر که میبینه از پشت سر ما همین داره و میایه ورزش میکنه. اینجا یک خوبی را اینه میره داره. این یک پارک بسیار خوب است برای ورزش و برای قدم زدن. ما را همراه باشین.
دوستای عزیز اینا که میبینین ماهی هستند، ماهی سلمون، فقط امی ماهی حلال هستند. این ماهی سلمون هستند. اینا کمی بسته بندی میکنه، بستای زیر مثلا $5 و 74 سنت، $5 و 8 سنت میتونه یا رو بسته بندی میکنه. بار آره بار
صدف هست که کدی سارا بازی میکنی. سلام صدف. سلام. خوبی؟ بله. چی کار میکنی؟ کسارا بودیم. الله کدی سارا بازی میکنه. سعی کنی که سارا. آنا سارا. 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 خب صدف اون سودایی رو که آوردیم دیگه بانده سر میز. بابا اونا را. خوبه. اونا رو دیگه بون. بیار آیس کریم هم بان. پیاز کچالو هم بان. مایار هم بان. آفرین. کفشا رو بالا کو. تو کفشا رو اونجا بالا کو. بیار رو بان. خب دوستای عزیز اینی هم از خرید امروز ما. این رفتیم ما یک پیاز خریدیم. این سارا. 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 هلا. هلا. سارا رو سکه. سارا خوش شده. سارا خندیده. سارا. 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 خب این دوستای عزیز خرید امروز ما چی بوده؟ این یک مقدار کیله بوده، یک بسته کیله گرفتیم و اینی هم پودر کیک هست که کیک هست مثلا اینی لیمون پودر کدی لیمون میکس است. ایره که وقتی کیک درست میکنین بسیار کیک خوشمزه میاد. اینجا هم نوشته است این بسیار خوبش میاد. این هم از این تا کیله گرفتیم و یعنی هم دسته پیاز و کچالو. سارا اینی هم استرابری است، اینی هم آیس کریم گرفتیم، اینی دو بسته ماهی هم گرفتیم. در اینجا دیگه چی گرفتیم ما؟ یک مقدار بانجان هم گرفتیم. اینی بانجان اینه. اینی هم شد خرید امروز ما. صدف بیا یک ذره آیس کریم اگه حال خودت میخوری بخور، یک مقدارش هم برو در کی بده در سارا در سحر بده. آره خب اینه دیگه. صدف میخوای آیس کریم بخوری؟ خب اینه دو تا بشقاب هم آوردی. آیس کریم هم برای خودم بالا کو، برای سحر هم بالا کو یک مقدار. قاشق هم برای سحر ناوردی؟ خب بالا که آیس کریم برای خود.
Is it okay for you, sir? میتونی سهر برو اول یک قاشق برش بیار، قاشقای ریزه برش بان. برو سهر یک قاشق ریزه برش بده. No. بگو آیسکریم خود سهر برو بابا دیگه اونجا بشی آیسکریم خود بخور. آفرین اینال و آیسکریم بالا که برو در یخچال که به خاطر که آب نشه. آره اینال بیا خودت آیسکریم خود بگی. برو دیگه اونجا بشی آیسکریم خود بخور. سارا 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 بیا هیره بگیم سارا بیا. خب دوستای عزیز ما رفتیم امروز خرید خدا کردیم دیگه تمام سودایی که امروز وسایلی که کار بود خریداری شد. حالم در خانه آمدیم. سارا دیگه یک دنیا یک جهان ممنون از اینکه ویدیوهای ما را میبینین. یک دنیا ممنون. دیگه فعلا شما را به خداوند یکتا میسپاریم. حالا هم فعلا خدا حافظ شما. بای بای کنیم. بای 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 Sir, say bye. بای Sir, say bye. بای.